صحبت در مورد سوگ و فقدان در لیست مباحثی بود که میخواستیم با هم دیگه حرف بزنیم، ولی چند روز پیش یک مصاحبه متفاوت تو پادکست تد تاکس شنیدم که در مورد یک زنی بود که در مورد سوگ حرف میزد و جرقه‌های جدیدی در مغزم شکل گرفت. 2 کلمه مهمی که امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم. خیلی وقتا به کسی که یک عزیزی رو از دست داده یا فقدانی رو داره تجربه میکنه حرفایی برای دلداری میزنیم که ولش کن، رهاش کن، گذر کن، به زندگی ادامه بده، در حالی که واقعیت و معنای این کلمه سوگ خیلی به دور از این مباحث عمومیه که ما فکر میکنیم. امروز میخوایم در مورد این که سوگ اصلا چیه، مراحلش چجوریه و چجور میشه اصلا با این سوگ و فقدان کنار اومد با هم دیگه حرف بزنیم. صبا امیرخیزی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، درمانگر و مشاور تحصیلی. به کانال من خیلی خوش اومدید. ویدیوهای قبلی رو دیدید، هم ویدیوها برای داوطلب‌ها و بچه‌های روانشناسی هست، هم منابع عمومی روانشناسی. اگر مثل همیشه دکمه لایک و سابسکرایب رو زدید، بریم با هم دیگه حرف بزنیم. دلیل حضور این گل در این ویدیو خیلی مشخصه. بعد از جنگ 12 روزه و فقدان‌هایی که همه ما تجربه کردیم و اضطراب‌ها و مسائلی که هنوزم درگیرشیم، این گل من خوش شده بود و جزو گل‌هاییه که تونستم نجاتش بدم و امید دوباره تو زندگیم بود. بخش اول، معنی کلمه سوگه. سوگ اصلا چیه؟ فقدان هر چیز با ارزش رو ما سوگ میگیم. قبل از اینکه خود من هم به عنوان متخصص تو این حوزه وارد بشم فکر میکردم داغ دیده و سوگوار کسیه که عزیزی رو خاک میکنه و از دست میده. و در جلسه اول کارگاه سوگی که داشتیم خیلی هر لحظه چشام گلنبه‌تر میشد و بعد اون فهمیدم که من چقدر سوگوار و داغدار بودم، خودم خبر نداشتم. وقتی در مورد فقدان هر چیز با ارزش حرف میزنیم شامل چه چیزی میشه؟ از دست دادن حیوان خانگی، سقط جنین، کات کردن رابطه عاطفی و سوگ عاطفی، چیزی که در یک ویدیو مجزا میخوام در موردش حرف بزنم ولی این هم شاملشه. قطع رابطه با دوست نزدیک یا بیماری سخت یکی از عزیزانمون، حتی اگر منجر به مرگ فرد مقابل نشه. مثلا خبر خدا نکرده سرطان گرفتن یکی از عزیزانمون رو بشنویم ولی منجر به مرگ نشه، همون واکنش ها رو میتونیم داشته باشیم. فارغ التحصیلی یک نوع سوگه، یعنی یک مقطعی رو انگار از دست میدی و دوباره زندگی جدید رو شروع میکنی. یعنی هر تغییری که فکر کنیم یک بخش مهمی از زندگیمون کنده شده میتونه یک سوگ برای ما باشه. بخش دوم، مراحل سوگ. خیلی نظریه ها و متدهای مختلفی برای این وجود داره. این 5 مرحله که من میخوام بهتون بگم رو احتمالاً شنیدید، من هم پست داشتم و خیلی ها ازش استفاده میکنم، من هم در اتاق درمان استفاده میکنم، خیلی ها میتونن قبولش نداشته باشن، ولی به صورت کلاسیک و چیزی که عموم جامعه میدونیم این 5 مرحله رو شکل میده. مرحله اول انکاره که ما هیچ جوره نمیتونیم قبول بکنیم. تو فیلم ها یا اگر خودتون هم تجربه کرده باشید، نه ممکن نیست، نمیتونه برای من اتفاق افتاده، هیچ جوره مغزمون نمیتونه این رو بپذیره که برای من یا یکی از اطرافیانم این مورد اتفاق افتاده و من دارم تجربهش میکنم. مرحله دوم، خشمه. حالا میتونیم بگیم خب این واقعیت وجود داره، نمیتونم نادیدش بگیرم و بگم نه برو پشت پرده. احساس خشمگینی نسبت به اون فقدان رو داریم. وقتی عزیزی رو از دست میدیم کاملا خشمگینیم از دنیا، از آدما، از خدا شاید که چرا باید این اتفاق برای ما افتاده باشه. مرحله سوم، چانه زنیه. بعضی موقع ما شروع میکنیم به چک و چونه زدن با خودمون، یه بار دیگه این اتفاق بیفته من اینجوری کنم، خدا یه بار دیگه ببینمش، خدا یه فرصت دیگه به من بده. شروع میکنیم به چک و چونه زدن که ببینیم راهی برای مبادله هست که ما این رو بتونیم یه ذره خفیفتر تجربهش بکنیم. مرحله چهارم، افسردگیه. تو پروسه تشخیص گذاری اختلال افسردگی که در اتاق درمان من هم کار میکنم مهمه که بدونیم این بخش افسردگی، غم، اندوه، این سگ سیاه افسردگی که ما رو در بر میگیره معطوف به یک دوره اختلالی افسردگیه یا بخشی از سوگیه که ما تجربه میکنیم. اینجاست که تشخیص برای ما یا یک جاهای تشخیص افتراقی مهم میشه که این غم و فقدان و ناراحتی و یأس و بی‌انگیزگی که دنیا ارزششو نداره، دلمون نمیخواد از جامون بیدار شیم، رخوت،
و واقعا چون مغز درگیرش میشه حال نداری دستتو بلند کنی، حالا پاشی بری به زندگی ادامه بدی، سر کار بدی، درس بخونی، خیلی سخت میشه زندگی. مرحله پنجم پذیرشه. ما فکر میکنیم مثل پذیرش این میشه که خب یهو از سیاه رنگین کمون در میاد. پذیرش اینه که ما یاد میگیریم و میپذیریم که خب این فقدانه هست و شروع میکنیم کم کم به زندگی برگشتن. کارهای روزمره رو داریم، حالمون خوب نیست، اینجوری نیست که خب گل و بلبل همه چیز دیگه تموم شد من سوگوار نیستم، نه ندارمش، سر خاک میرم یا نوع دیگه ای از سوگ هاست تجربهش میکنم، ولی رنج عمیقی که منو در بر گرفته اینجوری دارم خم میشم به یک درد مداومیه که میتونم بذارم تو کیفم با خودم ببرمش بیرون، دیگه فلجم نمیکنم. یه نکته طلایی میخوام بهتون بگم، حالا این مراحل رو داریم، میشینید خودتون مقایسه میکنید، میگه آخه من اینو نداشتم چه نظریه‌ایه. اصولش همینه، یک فردی که میاد پیش من میگه چقدر زمان میبره، من میگم عمق و شدتش تاثیرگذاره. هیچ دو فرد یک سوگی رو یکسان تجربه نمیکنن، حتی با ژنتیک و شرایط زندگی مشابه، و این مراحل میتونه قابل تعمیم نباشه. بعضیاش رو تجربه بکنم، بعضی دیگر رو، و یا گیر بکنیم در یک مرحله و به صورت خطی نیست که 1 2 3 ایستگاه اول مترو میری تا آخر میرسی، میتونه بری آخر، میتونی دوباره برگردی و مراحلیه که خب میگی حالم خوب شد، از دپرشن رفتم، افسردگی رفتم سمت پذیرش، دوباره برگردی با یک جرقه سالگرد و هر چیزی. یک طیفیه که گذراست، میتونی از انکار یهو بیای تو افسردگی، بعد بیای تو خشم و خیلی متغیره. ما آدم ها مثل اثر انگشتمون منحصر به فردیم، نمیتونیم تعمیم بدیم. بخش سوم، چرا مووان غلطه؟ اصطلاح مووان و موو فوروارد رو من از این تتاکس به ذهنم رسید و جرقه زد که چقدر کلمه‌ای که دنبالش بودم پیدا شد. تو این تتاکس داستان یک زنی بود که سعی میکنم عکسش رو یک جاهایی قرار بدم، دوست داشتید برید گوش بدید، خیلی جذاب بود برای من نوعی و فهمیدم دلایلش که چرا خشمگین میشدم یا احساس میکردم که الان مووان نمیکنم، چون کلمه درستی نیست. مووان مثل اینه که کلا من سوگ رو اینجوری میدونم، یک قطعه از پازل اصلی زندگیت گم میشه برای همیشه. حالا این فقدان کات کردن هست، سقط جنین، هر چیزی، تا آخر عمرم این پازله میتونه جای نبوده اون تکه مثل روز اول نرنجونه، هی نگاه کن بگی خب یه تکش نیست بگذری، ولی وجود داره و خواهد داشت. به خاطر همین مووان کردن انگار پرونده رو ببندی، بری از نو شروع بکنی و در زندگی انسان خیلی کم پیدا میشه این داستان، مگر آلزایمری باشه ما دیگه حافظه ها، خاطره ها، اینها رو به یاد نیاریم. تو بحث سوگواری، مخصوصا مرگ عزیزان یا کات کردن، من این خیلی بیشتر این رو میدونم، یا رسم و رسومی که داریم حالا بعد کرونا واقعا خیلی کمتر شده، یا فرهنگی قبیله‌ای، این میتونه متغیر باشه. این مراسمی که وجود داره، خود ما یک عزیزی فوت میکنه، از کجا پا میشیم میریم کجا که یک دونه بگیم خدا رحمت کنه و حضورمون رو اونجا به فرد نشون بدیم. این ساپورتیو و حمایت اجتماعی روزهای اول بسیار بالاست تو هر موردی، حتی تو کات کردن. زمان که میگذره آدما انتظار دارن خب مووان کنی، چجوری نمیتونی به زندگی برگردی و کم کم این سوگمون هم خودمون رو هم اطرافیانمون رو خسته میکنه. یا بعضی موقع ناراحت میشن 6 ماه گذشت تو چرا حالت خوب نمیشه، 1 سال گذشت. یا وقتی مادر بزرگ من خودش فوت کرد، مادرم 6 ماه اول بود به من میگفت من چرا حالم خوب نمیشه، چرا اینجوری میشه، و میگفتم بسیار نرماله، بذار 1 سال بگذره. این اصطلاحی که میگن فرزندم یک بهار، تابستان، پاییز، زمستان رو دیدی و بعد از این همه چیز تکراری خواهد بود، تو سوگ من همین رو به مادرم میگفتم که یک بهار، تابستان، یه عید، یه چهارشنبه سوری، یه شب یلدا، یه تولد، باید این آدم نباشه و تو فقدانش رو بار اول سیلیه که هست حس بکنی. حالا بعد اون به عادی برمیگردیم. نه، کلمه مووانه همین میشه که اگر یک بار تجربه کردیم معنایی نیست که سال دیگه بشکم بزنیم بگیم نه. ما میتونیم 10 سال هم فقدانه رو تجربه بکنیم. حالا به CBT هم اگر بخوایم ربط بدیم که میگیم فکر ما نسبت به واقعیت با رفتار، هیجان ما و رفتار ما متغیره، برگردید اون ویدیو CBT چیه، بنرشو میذارم
که بگم بر چه اساسی من دارم این داستان رو توضیح میدم به شما، میتونه دلتون تنگ بشه ولی رفتار گریه کردن رو اصلا نداشته باشید یا رفتاری نشون ندید به اطرافیان ولی هر ساله دلتون تنگ بشه برای اون اتفاق. یا تو بحث کات کردن، حالا میگم میخوام جداگانه حرف بزنم، دلتون تنگ بشه، سوگوار غمه باشه، اشکه باشه، ولی نرید پیام بدید، نرید پیگیری بکنید. اینها چیزهای متفاوتی هستند که ما هیجان و رفتار رو جدا از هم میتونیم بدونیم. نظر شخصی من و تجربی من تو اتاق درمان هم اینه که چه خودم چه اطرافیانم، آدم با سوگ زیبا نمیشه. یعنی میگن دردی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه. یه جایی درسته. روزای اول هر کی اینو به من میگفت میخواستم بزنم تو دهنش واقعا و حالم خیلی بد میشد، یا میگفتن خوشحالیم برای اولین بار همچین چیزی تجربه کردی و فلان. آیا میارزه یا نه؟ این یک چیزیه که کفه ترازوه ولی دست ما نیست. با مرگ عزیز یا مثلا سقط جنین یا از دست دادن حیوان خانگی یا حتی کات کردن یک چیز دو طرفه است و مرگ یک واقعیتی که حتی وجود داره تو بحث سوگواری. نمیتونیم این رو ما کنترلش بکنیم. پس من ندیدم کسی رو با سوگ زیبا بشه. گالری گوشی رو که میگردی، عکس های با لبخندت، با حتی قیافت احساس میکنه شاید پیرتر شده، زیباتر نمیشی. ولی میتونم این رو بگم که بعدش فوکوس بکنی روی این غمه، یه چسب زخم نذاری، خودت رو 100 درگیر کار نکنی برای اینکه فراموشش بکنی. میتونه کمک کننده باشه برای تو که تبدیل به ورژن دیگه ای بشی. حالا این ورژن خوبه یا بده. این تتاک زنه که حرف میزد خیلی جذاب بود. میگفت اگر همسر من فوت نمیکرد و من شخصیتم با اون سوگ شکل نمیگرفت، من الان همسری، چون دوباره ازدواج کرده بود و دوباره بچه دار شده بود، الان نمیتونستم همسر این آدم باشم، چون من قبلیم مثلا سبای دیگه ای بود، الان سبای دیگه ایه و سبای قبلی با اون شخصیت باوراش هر چیزی که فکر میکنین اصلا نمیتونست با این آدم باشه. پس من موو فوروارد رو کردم، دارم ادامه میدم ولی موو آن نکردم و غم و نبودن اون آدم همچنان درد میاره من رو، ولی تونستم بذارم تو جیبم، پاشم برم به زندگیم ادامه بدم. معمولا میگم سیر زندگی مثل یک نموداری که زومین و زومات داره. تو پروسه درس خوندنم همینه. زومینش این میشه که روزانه چقدر میخونی، زوماتش میشه مثلا ماهی 90 ساعت درس خونده. حالا روزانه میتونه 1 ساعت باشه، 2 ساعت باشه، یه روز 4 ساعت باشه. مهم اینه که تو ماه چقدر خوندی، اینقدر خوندی دیگه. حالا روزانش چقدر بوده، زومینش یه جاهای مهم میشه، زوماتش یه جاهای. تو سوگ هم همینه. یه روزی حالت خیلی بده، یه روزی حالت خوبه، پا بشی میگی من دیگه گذر کردم، مووان کردم. مثلا موو فوروارد چیه؟ بعد فرداش با سر میخوری زمین. ولی مهم اینه که این زوماته که میکنی نمودار سعودی باشه، مخصوصا بعد از 1 سال 2 سال. و یک ویدیو مجزا میخوام کتاب و فیلم های خیلی خوب برای این مورد معرفی بکنم، چون دیگه خیلی طولانی میشه این ویدیو. کاملا آشنا بشید که اگر رو به صعود نیست اختلاله، اگر رو به صعود نیست ابعاد زندگیتون فلج اختلاله و به مشکل خواهید خورد. بخش 4، چطور میشه جلو رفت؟ این رو به عنوان کسی که شعار نمیده، خودش هم این مراحل رو تجربه کرده یا هنوزم شاید درگیرش باشه، موو فوروارده باشه، مووان نباشه، میتونم تجربی و علمی بهتون بگم که تحقیقاتم نشون میده 100% یک غم این سوگه از بین نمیره، فقط اون میره تو جیب، میتونیم ادامه بدهیم، با شما هست. آدم هایی که حالا روزای اول همین خیلی اتفاق میفته تو فرهنگ ما، مثلا غم مرگ یکی از عزیزان رو در نظر بگیریم که هنوز خودش رو پیدا نکرده، باید پاشی جوابگو باشی، رستوران بگیر، نمیدونم مسجد بگیر، فلان کارها رو انجام بده، مراسم این باشه، اصلا لباسیات دارم ندارم، کجا کفن و دفن باشه، اینا برن، اینا اسکان کنن، همه دورتن، به این جوابگو باش. غمت رو فراموش میکنی، یه جاهای فرصت نداری. روزای اول در خونه که بسته میشه خودت میمونی، باز هم بعضی موقع ها بحث گذران زندگی، مشغله ها، فرصت کافی برای این نداریم که بشینیم و فکر بکنیم که من این رو از دست دادم. یا بحثای هیجانی و شخصیتی و اختلالی وجود داره که تا آخر عمرمون هم شاید اجازه ندیم. چند سال میگذره و ما دردای جسمانی یا سراغمون میاد، یا یه غم دیگه، سوگ دیگه میاد روی اون و ما
بوم میترکیم، انتظار این بود که 50% 100% به هم بریزیم، الان 1000% مثلا به هم ریختیم. یه جای خودی نشون میده معمولا طبق تجربه و جسارت این باید باشه که خیلی اشک داره، ناله داره، آه داره، عقب موندن داره، فداکاری داره، ولی بهترین نوع گذر اینه که بشینیم بذاریم جلومون و باهاش روبرو بشیم. دومین مورد حمایت اجتماعی. این گروه درمانیه که من تو بحث جنگ هم میگفتم به صورت روان جمعی باشه خیلی بهتره. اینکه وقتی میشینی میگه اینم حالش بده، من تنها آدمی نیستم که پس وقتی یک چیز با ارزش یا یک فرد با ارزش رو انجام میدم از دست میدم اینقدر حالم بده. تجربه های مشابه رو میشنوی، یا همین فیلم و کتاب ها و اینهایی که میگم ببین بعضی موقع اشک میریزی میگی چقدر خوب و میگن تراپی ناممنوع اینا حالمو خوب میکنه، به معنای این نیست، ولی حمایت رو داری. آدم های امن زندگی، دوست، رفیق، چرا نشون میده دخترها جمع میشن اینجا دستمال دارن گریه میکنن، برون ریزیه میشه، مووان میکنن بعدا، چون کلمه مووان استفاده میشه که یعنی کلا فراموش میکنه میره زندگیش رو ادامه میده، ولی پسر چند ماه دیگه حالش بد میشه. چون من کیس های پسرم خیلی دارم بعد از حتی کات کردم با پارتنرشون اومدن برای تراپی چون نتونستن به زندگی ادامه بدن. کلی نمیخوایم نگاه کنیم، این ویدیوهای فان رو میگم، چون بعضی موقع فرصت نمیدیم، اونقدر هیجان‌های دیگه غلبه میکنه که غم بالا بیاد، مثل این سایدات این فرمون مغز رو به دست بگیره و ما تجربهش بکنیم، حسش بکنیم. سومین، نبود یا وجود اختلالات خیلی تاثیرگذاره. اختلال‌های شخصیت، محرومیت‌های هیجانی، طرحواره‌ها، خطاهای شناختی که داریم مثلا خیلی تاثیر داره. یا حتی گفتم یک سوگی تجربه میکنیم، یا حتی وقتی همزمان چند نفر رو به چه شکلی این رو از دست بدی، یا فقدانه خیلی وحشیانه و بد و خشن باشه، با اینی که خب یک آدمی کولت سن میگیره، مریضی میگیره، شما فرصت آمادگی برای فقدانش رو داری، یا کات کردنی که با صحبت تا اینکه یهو خلع میشه، یا سقط جنینی که خودخواسته باشه یا 10 سال منتظرش باشی و حالا از دست بدی، خیلی تاثیر میذاره. پس به خاطر همینه میگم قابل تعمیم نیست، ما نمیدونیم درون آدم ها چی میگذره. همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه تو پروسه سوگ. چهارمی هم کمک تخصصی. اگر همراهی، رفیقی، چیزی نداری، مثلا این کیسی هایی که من میگم آقایون بعد از کات میاد نمیتونن بشینن مثل دخترها، با بعضی حالا به خاطر اون بود مردانه که دارن گریه کنن، با رفیقاشون بگم فلانه، میام پیش یک روانشناس، یک متخصص که اونجا این رو داشته باشن. اگر تبدیل به اختلال شده دیگه خیلی زمان از روش گذاشته و حتی مو فوروارد رو نداریم، چه برسه به موو آن، اینها نیاز به کمک تخصصی و ریشه یابی یا یک جاهایی پایه‌های ژنتیک رو هم که همیشه میگیم دخیله در نظر بگیریم. میتونه میل به خودکشی فرد داشته باشه، چه جوری داریم این رو تجربه میکنیم، کیفیت خوابمون تاثیر میذاره، زندگی قفل میشه. میتونیم کمک تخصصی داشته باشیم که در صورت نیاز دارو درمانی هم بهش اضافه بشه. یه جنبندی داشته باشیم. سوگ یک بخش اجتناب ناپذیر از زندگی انسانه، مثل ناکامی، مثل هر فقدانی که تو زندگی تجربه میکنیم. من خیلی وقت این علامت بی‌نهایت رو حتی از اکسسوریایی که دارم حذف کردم و فکر نمی کنم هیچ چیزی تا بی‌نهایت وجود داره. پس بهتره به جای مقابله با واقعیت هایی که تجربهش نکنم روی چطور موو فوروارد داشته باشم فوکوس بکنیم. سوگ چیزی نیست که از زندگیت حذف بکنی و بگی که دیگه تموم شد. میتونی باهاش راه بری، رشد بکنی، حتی به آدم‌های مثل خودت با همدلی کمک بکنی. یادتون نره که ما از سوگ عبور نمی‌کنیم، فقط باهاش رو به جلو حرکت می‌کنیم. خیلی دوست دارم نظر شما رو هم در مورد سوگ و تجربه هاتون بدونم، چطور باهاش کنار اومدید، یا اگر هنوزم درگیرید حس و حالتون چیه. خیلی خوشحال میشم برام تو کامنت ها بنویسید. به امید دیدار در ویدیوهای